خب امروز اومدیم برج طغرل. برج طغرل، آره الان پشت سرمه. چیز جالبیه، باحاله. حالا بریم ببینیم که چی میتونیم ازش در بیاریم. من خودم که چند سالی که شهر زندگی میکنم، این دومین بار دارم میام، ولی خب این دارم خیلی با تجهیزات تر میخوام فیلم بگیرم و بهتون نشون بدم. بریم ببینیم چه خبره دیگه. آقا سلام، روز بخیر. شما سلامت باشید. قربان شما، سلامت باشید. سلجوقیان با داشتن وزیران فاخر ایرانی مانند خواجه نظام الملک از حکومت‌هایی بودند که پس از اسلام بر پهناورترین سرزمین حکومت می‌کردند و همین امر نشان دهنده قدرت و عظمت پادشاهان سلجوقی می‌باشد. یکی از بناهایی که در این زمان ساخته شده برج طغرل است. برج طغرل تنها یکی از آثار ارزشمند تهران است. این برج به دلیل سبک معماری و قدمت تاریخی‌اش سالانه گردشگران زیادی را به خود جلب می‌کند. این بنای آجری با ارتفاع 20 متر حدود 900 سال پیش توسط فردی به نام محمد امین معمارباشی ساخته شد تا بیانگر هنر و تمدن پادشاهان زمان خودش باشد. در ساخت این برج علاوه بر مساله‌ای چون خشت خام و آجر از ماده‌ای به نام ساروج استفاده شده که همین امر باعث استحکام این بنا با توجه به بلاهای طبیعی تا به امروز شده است. ساروج در واقع ترکیبی از 5 ماده سفیده تخم مرغ، پودر سنگ، پشم شتر و موی بز، آهک و خاکستر زغال است. جالب است بدانید از آنجایی که شهر ری در جاده ابریشم قرار گرفته است، این برج نیز با آتشی که بر بالای آن روشن می‌کردند، همانند راهنمایی برای مسافرانی بوده که از خراسان به سمت ری در حرکت بودند. چه دورنمایی داره، واقعا زیباست. این محوطه چقدر قشنگه. کاش که یه دوتا صندلی میذاشتن اینجا آدم بشینه. خیلی دل رباه، مخصوصا که یه ذره نم خورده، با آب اومده نم خورده بهش. این برج مورد مرمت و بازسازی‌های متعددی قرار گرفته که باعث شده تا امروز پابرجا بماند. اولین مرمت در پایان 35 سالگی پادشاهی ناصرالدین شاه انجام شد که این بنا را از زوال نجات داد و لوحی از مرمر سردر بنا نصب شد، اما باعث حذف یک سری ظریف‌کاری‌ها و همچنین گنبدی که منقش به کتیبه کوفی بود شد. سپس این بنا تا سالهای سال و تا نزدیکی انقلاب 57 به صورت متروکه رها شده بود، اما در سال 77 بازسازی از سر گرفته شد و سرانجام در سال 79 تمام شد. سپس توسط شهرداری محوطه سازی شد و امکانات رفاهی متنوعی مانند فرهنگسرا، کتابخانه، موزه و رستوران در نزدیکی آن ایجاد شد. امروزه اگرچه برج طغرل نمایی به ظاهر سالم دارد، اما دارای ترک‌هایی میباشد که تکان‌های مترو در زیر زمین به مرور میتواند تهدیدی برای این برج محسوب شود. این برج علاوه بر اینکه آرامگاه طغرل بیک سلجوقی است، به عنوان بلندگو برای گوینده بوده است، به گونه‌ای که نحوه معماری و سوراخ‌هایی که در داخل برج قرار دارد باعث می‌شود که اگر فرد خواننده درست در مرکز برج قرار بگیرد، صدایش به گونه‌ای اکو می‌شود و در تمام محوطه پخش می‌شود که گویی میکروفون در دست دارد. البته اکنون این فضاهای تو خالی برج پذیرای پرندگان است.
لطف کنید بشینید. بله چشم. چون برای من سخت. متشکرم. مرسی. سپاس. و اما بنایی رو که فرزندان ایران دیدیم به عنوان یک نماد آرامگاه طغرل، اما منصوب بود. ما سند نداریم کجا بوده. اما طغرل کی بوده؟ مؤسس سلسله سلجوقیان طغرل بیگ که اول بودن 200 سال تو ایران حکومت کرد. 1000 سال ساخته شده. 3 کاربری داره که شاخصه و ارتباط اقتصادی شما ها داره. فراتر از این بزرگی. این ماده 1000 سال پیشه شما ها ریشه دارید در جرف دارید. بنابراین گروهی اومدید 40 نفر داخل بنا نیم دائره وای نیستن. کسی که توضیحات رو میده ثقل اثر پژواک رو به ما میده، اکو میکنه، حتی این تون صدا به دو طرف در مقابل شنیدن که علم به این کار میگه آکوستیک. از مرکز به سمت گروه میان به کل پژواک هست به این. یکی از کارگردی ها در سطح من چیزی علمی الان ندارم که به اثبات برسونم. عبور میکنم انشاءالله با دعا و نفس مسیحات به سطح جهانی برسه. قول بهتون میدم خبر خوشش رو از طریق رسانه و جراید خواهید شنید. به سطح که رسیده خودتون بیایید علمی مکتوب ببینید و لذت ببرید. سوم ساعت باشید. یکی از کاربری‌های شاخص و بی‌نظیر این بنا ساعته. من متاسفانه باید ساعت رو علمی باشم کار کنم. اینی که مجبورم بلند شم. چون نه برای شما گفتم نه سختم. اما یکی از کاربری‌های شاخص این بنا ایرانیان ساعت خورشیدی که این ساعتی که دستم 12:43 رو ما باید علمی و مکتوب ببینیم. این میشه 1، اون میشه 24. یک شبان روز گرداگرد دمیدن کنسید شرق مغرب. الان اینجا ما پرتاب خط چیزی از خورشید نداریم، عبور میکنیم. من بایستیم برگردید رو به من خورشید رو نمیبینم، پرتابی رو صورتم نیست، رو بدنم نیست. اگر 43 دقیقه جلوتر می اومدید شروع این بوده. به مراتب خورشید رو میبینم، اشعه رو صورتمه، آغاز زمان، شرق، روشنایی، میریم به سمت غرب و تاریکی. 1 2 3 4 5 6 7 دقت کنید 9 10 11 همونجا باید بزنم 12 خورشید رو میبینم، اشعه رو صورتم، رو بدنه، پایان زمان، عقرب کوچیکه، هر خش 10 دقیقه، 10 20 30 40 43 دقیقه، 17 دقیقه بعد کامل میکنه. چی کامل میکنه؟ نور خورشید. 17 دقیقه بعد قرینه میکنه، ساعت 13 رو به ما میده. 12 عقرب کوچیکه، هر خش 10 دقیقه، 10 20 30 40 50 60 17 دقیقه، 10 7 کامل میکنه، 17 دقیقه بعد قرینه میکنه، ساعت 13 رو به ما. خب بیایید اینجا من یه مطلب اینجا دارم بگم. ببخشید من اونو برش میدارم بدید من. خب اما این نشست بنا نیست، فرونشست زمین نیست. ایرانی 1000 سال پیش در رابطه با آب طرحی رو داده که ما میبینیم الان، آب برف و باران یا داخل نظافت چه
به خاطر پرتو کبوترها منظورم به آبه. این همه آب چی میشه؟ نگران نباشید، کانال آب و فاضلاب داره. یه بار دیگه میگم تأکیدی، کانال آب و فاضلاب کانال کو. آب از مرکز کانال زیر خروارها تنخاک دفنه برمیگرده از این سوراخ به باغ اون موجه و فضای سبز الان. 1 ماه بارون بیاد با کود کبوتر مخلوط هدایت میشه به فضای سبز. خب یک داسته این بگیرم اینجا در کنار هم بایستید. دوستان بایستید من بیام برای بگی ساله کنم. به ایران من خوش آمدید. من احتیاجی به بلندگو ندارم. پژواک رو داره به ما میده، اکو میکنه. البته تعداد کمه، 30-40 نفر. کسی که توضیحات رو میده، مرکزیت ببینیم چه اتفاقی میفته. هرچی که از مرکزیت به سمت شما میان دیگه پژواک رو به ما نمیده، دیگه اکو نمیکنه. وقتی که به مرکزیت بنامیان حالت اکو علمی ها رو میگه آکوستیک. از تعمدی که نموده ایده صداست. واقعا قشنگ توضیحات استادم. دیدیم بریم وسطش ببینیم که صدامون، بله صدامون داره اکو میشه. سلجوقیان چه تاریخی. این گوش نهادینه شده. روی دیواره بیرونی برج طغرل می توانید دری چوبی را مشاهده کنید که به آن بادرو نیز گفته می شود. داخل این در راهپله‌ای وجود داشته که به منظور رفت و آمد به بام، دیده‌بانی و ستاره‌شناسی استفاده می شد. متاسفانه بادرو و راهپله در دوره قاجار از بین رفته و چیزی از آن باقی نمانده است.